سلام، به اکو خوش اومدی. جایی که صداها تبدیل به داستان میشن. امروز میخوام یه افسانه براتون تعریف کنم. یه افسانه از افسانه های پریان، قصه های لتانی. این داستان طناب سگره. در زمانهای قدیم زن و مردی زندگی میکردند که یک پسر داشتند. این پسر از همان دوران کودکی عاشق آب بود. خود به خود به طرف آب جذب می شد. هر بار که از خانه بیرون می آمد به کنار آبگیر می رفت که ممکن بود بیفتد و غرق بشود. مادرش او را تنبیه می کرد. پدرش یک لحظه چوب و شلاق را زمین نمی گذاشت. اما بیفایده بود. آبگیر او را به سمت خودش می کشید. هرچند که گیر دستش می آمد می برد و توی آبگیر می انداخت. از توی خانه گاهی قاشق گم می شد، گاهی کلاه و گاهی کفش. هر بار هم آنها را توی آبگیر پیدا می کردند. پسر با آنها قایق بازی می کرد. وقتی هم که بزرگتر شد توی تشت یا طغار چوبی می نشست و توی آبگیر دریانوردی می کرد. در نتیجه پدر و مادر وقتی دیدند هر چه می کنند حریف او نمی شوند که دست از این کارها بردارد، فکر کردند بهتر است بگذارند پسرشان ملوان بشود. او را پیش یک دریانورد با تجربه بردند و گفتند به پسر ما آموزش بده. عاشق دریانوردی است. دریانورد قبول کرد. بعد از مدتی آموزش او را آورد و گفت من هر چه می دانستم به پسر شما یاد دادم. مطمئنم که یک دریانورد تمام عیار از کار در می آید. بعد یک طناب سگره به پسر داد و گفت تو دیگر با دریا و باد و طوفان آشنا هستی، اما کافی نیست. اگر باد نیاید و دریا آرام باشد، دریانورد خوب باید صبور باشد و آنقدر منتظر بماند تا باد دوباره شروع بشود و بادبانها را تکان بدهد. اگر باد شدید باشد و طوفان دریا را به هم بریزد، باید آنقدر شهامت و قدرت داشته باشد که خودش را نبازد. چون تو جوان خوبی هستی و من هم دوستت دارم، این تکه طناب را به تو هدیه می دهم. تا موقعی که این طناب با توست می توانی در هر هوایی بدون ترس و وحشت دریانوردی کنی. اگر دریا آرام بود گره اول را باز کن. یک باد ملایم شروع می شود و می توانی حرکت کنی. اگر دوستهای دریایی دنبالت بودند گره دوم را باز کن. یک طوفان شدید مجبورشان می کند که دست از تعقیب تو بردارند. اگر طوفان ادامه پیدا کرد و فروکش نکرد گره سوم را باز کن و دریا دوباره آرام می گیرد. جوان شروع به دریانوردی کرد و چون هر جا می رفت باد موافق به کمکش می آمد کم کم معروف شد به ناخدای خوششانس. یک روز ناخدای خوششانس در نزدیکی شهر پادشاه لنگر انداخت. در همان موقع کشتی‌های زیادی کنار اسکله پهلو گرفته بودند و آماده حرکت به دریا بودند. اما آرامش مرگباری حاکم بود و هیچ نسیمی نمی‌وزید. روی دریا هیچ موجی آرامش آب را به هم نمی‌زد و در خشکی هیچ برگی بر هیچ درختی تکان نمی‌خورد. خواه و ناخواه تمام کشتی‌ها در بندرگاه مانده بودند. 2 روز گذشت و از باد خبری نبود. ناخداها روی تخت پل کشتی‌ها می‌ایستادند و عصبانی و برافروخته به این آرامش لعنتی بد و بیراه می‌گفتند و آرزوی باد موافق می‌کردند.
اما نارامتر از ناخداها شاهزاده جوان کشور بود که میخواست برای خواستگاری به کشور همسایه برود. اگر نمیرفت عروس آینده‌اش را به کس دیگری شوهر میدادند. یک روز دیگر هم گذشت. شاهزاده اعلام کرد یک کیسه طلا به ناخدایی میدهد که او را به عروس زیبایش برساند. روز بعد شاهزاده اعلام کرد که این ناخدا را به دوستی همیشگی خودش انتخاب می کند. روز سوم اعلام کرد که تاج و تخت پادشاهی پدرش را به او می بخشد. این پاداش‌های فریبنده و باور نکردنی همه ناخداها را به شور و هیجان انداخته بود. اما بدون باد هیچ کاری از دستشان بر نمی آمد. روز چهارم شاهزاده دچار افسردگی شد. غذا نمیخورد، لباسهای رسمی و فاخرش را نمی پوشید و تهدید کرد خودش را از بین میبرد. ناخدای خوششانس وقتی شنید دلش برای شاهزاده سوخت. گفت که حاضر است او را به هر شهر و دیاری که میخواهد برساند. گره اول طنابش را باز کرد. باد ملایمی وزیدن گرفت و کشتی از بندرگاه بیرون رفت. چیزی نگذشت که با سرعت زیاد موجهای ساحل را پشت سر گذاشت. شاهزاده به موقع رسید. پدر عروس گفته بود اگر داماد تا فردا صبح پیدایش نشود دخترم را به خواستگار دیگری می دهم. شاهزاده و شاهزاده خانم ازدواج کردند و جشن عروسیشان مجلل ترین جشن عروسی بود. شاهزاده در کشور همسرش ماند و جانشین پادشاه شد. به همه اعلام کرد این ناخدا به خاطر خدمتی که به من کرده جانشینی پدرم را پاداش می‌گیرد. ناخدای خوششانس برگشت. در بندرگاه لنگر انداخت و به حضور پادشاه پیر رفت. در قصر برای اولین بار چشمش به دختر جوان پادشاه افتاد و عاشق شد. شاهزاده خانم هم از او خوشش آمد و گفت من تو را به تمام خواستگارهایم ترجیح می دهم. شاهزاده خانم خیلی زیبا بود و خواستگارهای زیادی داشت که به قصد ازدواج با او به دربار پدرش آمده بودند. اما شاهزاده خانم به همه آنها جواب رد داده بود. حالا هم که با صراحت اعلام کرده بود شوهر آینده خودش را انتخاب کرده، خواستگارها که از سرزمین‌های دور و نزدیک آمده بودند دیگر کاری نداشتند و باید می‌رفتند. فقط یکی از آنها پادشاه یک جزیره اجازه خواست که چند روز دیگر هم در قصر بماند. گفت امیدوارم دختری را که در نظر دارم پیدا کنم. این جمله قلب پادشاه را تکان داد و به او اجازه داد بماند. هیچ کس حدس نمی‌زد که او نقشه‌های شیطانی پلیدی در سر داشته باشد. همون شب این مرد و خدمتکارهایش شاهزاده خانم را ربودند و به کشتیشان بردند و به سرعت حرکت کردند و به طرف دریای آزاد رفتند. غم و غصه پدر و خشم و سراسیمگی شوهر آینده شاهزاده خانم حد و مرزی نداشت. با وجود این در حالی که پادشاه پیر نشسته بود زانوی غم به بغل گرفته بود و اشک می‌ریخت، ناخدای خوششانس بدون معطلی به دنبال شاهزاده خانم حرکت کرد. بعد از چند روز به قلمرو پادشاه جدید رسید. اما صخره‌های بزرگ و تپه‌های دریایی دور تا دور جزیره را گرفته بودند و ظاهراً هیچ راهی برای نزدیک شدن به جزیره وجود نداشت. ناخدای خوششانس دور از جزیره لنگر انداخت. اما پادشاه کشتی‌هایش را بیرون فرستاد که به او حمله کنند. کشتی‌ها مجهز به توپ‌های کوچک و بزرگ بودند و افراد روی عرشه قیافه‌های وحشت انگیزی داشتند.
ناخدای خوششانس همین که چشمش به کشتی‌های جنگی افتاد، تکه طناب دریانورد پیر را بیرون آورد و 2 تا از گره ها را باز کرد. ناگهان طوفان شدیدی در گرفت که امواج بلند را از هر طرف مثل شلاق بر کشتی‌ها می‌کوبید. در یک چشم به هم زدن بادبان‌ها را از هم جدا کرد. طناب‌های اتصال را پاره کرد و دکل‌ها را شکست و در آب انداخت. پهلوی کشتی‌های دشمن شکاف برداشت. روی عرشه‌ها همه به این طرف و آن طرف می‌دویدند و فریاد می‌کشیدند. هر چه کردند کشتی‌ها را به ساحل برگردانند موفق نشدند. طوفان آنقدر شدید بود که حتی کشتی ناخدای خوششانس با آنکه لنگرهای سنگین نگهش داشته بود مثل یک تکه چوب به این طرف و آن طرف پرتاب می شد. ناخدای خوششانس کمی بعد گره سوم را باز کرد. طوفان آرام گرفت. دوروبر کشتی روی آبهای آرام گرفته دریا به جز چند تا بشکه و تخت پاره چیز دیگری دیده نمی شد. وارد بندرگاه شد. عروس زیبایش را پیدا کرد و با او برگشت. مدتی بعد جشن مفصلی گرفتند و با هم ازدواج کردند. در جشن آنها همه جوانها شرکت کردند و خوردند و نوشیدند و خواندند و رقصیدند و شادی کردند. در پایان جشن پادشاه پیر به دامادش گفت: پسرم، حالا تو باید به جای من فرمان روای این سرزمین بشوی. ناخدای خوششانس یک لحظه فکر کرد و گفت: اما من هیچ علاقه‌ای به فرمان روایی ندارم. روی عرشه کشتی بیشتر احساس خوشبختی می کنم. حسرت زندگی پادشاه ها و فرمان رواها را نمی خورم. پادشاه گاهی مجبور می شود افراد خودش را سرکوب کند و گاهی با کشورهای همسایه وارد جنگ بشود. نه، این جور زندگی با روحیه من سازگار نیست. همسر جوانش را برداشت و سوار کشتی شدند و به طرف دریاهای پهناور حرکت کردند. مدتی بعد اولین پسرشان به دنیا آمد که درست مثل بچگی‌های پدرش ظریف و زیبا بود. آنها در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کردند تا نوبت به سفر آخرشان رسید. در ضمن طناب 3 گره را نباید فراموش کنیم. اگر بدانید الان کجاست از تعجب شاخ در می آورید. پسر ناخدا پا جای پدرش گذاشته بود. مثل مرغابی به طرف آب کشیده می شد. هر چیزی هم که گیر دستش می آمد از سطل و چوب زمینشوی گرفته تا بشکه و کمربند شنا همه را توی آب می انداخت. یک روز به طور کاملا تصادفی چشمش به طناب 3 گره افتاد. آن را هم برداشت و انداخت توی دریا و این پایان سرنوشت طناب 3 گره بود. اما اگر پیدایش می کردیم که خیلی عالی می شد. قصه تموم شد، اما اکو ادامه داره.